بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فنتابع درسنا من كتاب الأصول الثلاثة للشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب بن سليمان بن علي رحمه الله تعالى. إنك مدرس خضرا دوام میدهیم از کتاب سه اصل از آن شیخ الاسلام محمد بن عبد الوهاب ابن سلیمان بن علی رحمه الله تعالی. ما باید که اقلا نام پوری شیخ الاسلام دانیم. گفتیم که نام پوری او شیخ الاسلام محمد بن عبد الوهاب ابن سلیمان بن علی است. در سال 1115 هجری تولد شده است و در سال 1206 وفات کرده است. این کتابچه‌ای که ما در درس دادیم خیلی کتابی بزرگ و با برکات است به نام سه اصل. این کتاب اصلا به 4 و یا گویم به 5 موضوع تقسیم می شود. موضوع اساسی و یکم این رساله از 4 مسئله عبارت می باشد که شیخ گفت واجب است آموختن اونها را و دلیل این 4 مسئله سوره عصر بود. و مراد از این 4 مسئله که در تحت موضوع یکم می باشند یکم علم می باشد و مراد از علم شیخ الاسلام خودش فهمون که وقتی که علم گفت و کدام علم در نظر دارد. مراد از علم گفت و هو معرفت الله و معرفت نبیه صلی الله علیه و علی آله و سلم و معرفت دین الاسلام بالادله، یعنی شناختن الله تعالی است و شناختن پیغمبر او محمد صلی الله علیه و علی آله و سلم است و شناختن دین اسلام. بالادله گفت یعنی با دلیل، نه به طریق کورکورانه که چنانه که ما امروز بیشتری مسلمان ها را میبینیم به طریق تقلید و کورکورانه دینداری میکنند. این یعنی که ضرر میآورد و فایده نمیآورد. این بود برادران اهل اسلام، یعنی یکم از 4 مسئله که تحت یکم موضوع این کتاب بود. دویم مسئله ما گفته گذاشتیم که العمل به، یعنی طبق همان عمل علم، یعنی چیکار کردن؟ طبق همان علم عمل کردن است. فهمیدید؟ یعنی میگویند چنانه که همون علم ندا میکند به صاحب خود. وقتی که کسی یا که گویم همون صاحب علم جواب ندهند علم کوچیده میرود، رحلت میکند. یعنی چی گفتنه؟ کدام کسی که علم دارد باید که عمل کند. وقتی که عمل نکرد آهسته آهسته ما علمش چیکار میکنه؟ از اون میرود، نه قدر مییابد و نه قیمت و نه ارزش و یعنی در این دنیا آخرت خوار و ذلیل میشود. و همچنین ما گفته گذاشتیم کدام انسانی که علم دارد و عمل ندارد در او خصلت یهودیت است. چون که اگر یعنی که علم نداشته باشد و عمل کند کورکورانه بی اساس، در او خصلت نصرانی است. در شعر آمده است که وعالم بعلمه لم يعملا معذب من قبل عباد الوثن. کدام عالمی که به علم خویش عمل نکند وی را در روز قیامت از بت پرستا پیش یکم همون را چیکار میکنند؟ عذابش میدهند. الله سبحانه و تعالی ما و شما را نگه داشته باشد از آتش جهنم. و سیوم از این 4 مسئله گفت الدعوت الیه، به همین علمی که شما آموختید و خودتون عمل کرده دیگرها را دعوت کردند. امام احمد ابن حنبل رحمه الله را میگوید که بهترین عبادت این علم است به شرطی که کس نیتی خوب داشتگی باشد. پرسیدند که نیتی خوب داشتن این شخص از کجا معلوم می شود یا که چگونه می باشد؟ گفت وقتی که انسان با آموختن علم، با گرفتن علم چیکار کند؟ در برابر آن
نیت داشته باشد که از خودش جهل و جهالت را و نیز از دیگران جهل و جهالت را چیکار کند؟ نیست کند. اما برادران اهل اسلام، جهل و جهالت با یک دو کتاب خواندن نمی شود، یا خود مثال گیریم به دعوای خالی نمی شود که مثال گیریم انسان در یگون حزب های خودش به نام اسلامی داخل گرداند، حزب تحریر و حزب نهضت و دیگر رویه و تبلیغ داخل گرداند و بعد دعوا کند، یا که به یک ساله پیچیدن قده و اون معنا ندارد که این کس چیکار کرد اکنون یعنی که علمدار شد. نه برادران اهل اسلام، دعوت کردن است. دعوت در اساس علم می شود. فهمیدید؟ باید که انسان، یکی از شرط های دعوت این است که باید انسان علم داشته باشد و دیگر خودش عمل کند و دیگر باید اخلاص داشته باشد. باید که اخلاص خالص به خاطر الله دعوتگر باشد. و مراد از این علمی که در اینجا آمده ایستاده است و او را الله سبحانه و تعالی مدح و ستایش میکند و پیغمبر صلی الله علیه و سلم او را مدح و ستایش میکند، این علمی شرعی را در نظر دارد. فهمیده برادران اهل اسلام؟ و دیگر از شرط های دعوت کردن باید که حال و احوال همون کسی دیده شود که کسی را شما دعوت میکنید، باید که حال و احوالش بینید. مثلا بعضی انسان ها هست که میخواد دعوت کنند، هم یکم دعوتی که سر میکنن میگوید که برای چی تو ریش تراشیدی این حرام است گفته سر میکنن، یعنی پیش از توحید و پیش از یعنی که مثال گیریم شرک فهموندن یک بار ریشش میخپد، یا که چی بود تو لباس شرعی نمیپوشید گفته هم خیلی اینا همش خطا هستند. بنابراین برادران احسن که از شرط های دعوت از آن عبارت است که اخلاص باشد، دیگر از آنها عبارت است که باید که علم شرعی داشته باشد. برای همون هر یک کس در همون وظیفه خودش عمل کند. وقتی که وای فیزیک باشد و وقتی وای متماتیک باشد و برآمد در مسجد برآمد کند دیگه همه جور رسوگیش میبره. خیلی که مثال یک کس برای کتاب ما امن من چه تقدیم نویسته، اگه ما نماینده دین نیست، هم تو یک زبان شناس ببینید که حتی نومی همون شیخ الاسلام هم نمیدوند، چون که وای بی‌سواد. برای همون در این وظیفه های دولتی اگر کسانی باشند که از اسلام با طریق لازمی و در کاری خبردار باشند، بسیار یعنی که در سر امت خوش و خوشبختی را میبیارن. ولی متاسفانه عالم هستند بعضی کسانی که از همون نبیرهای کمونیستان موندگی، لیکن انشاءالله خوب شده ایستاده نظر به دوران پیشینه. مهم یعنی که هر یک کس در وظیفه خود باید که گپ زند. نه خود چی میگو چی گفتن ما امروز دیگه نمیدونم، برای خاطر آن است که بسیار ملاها ما هم سواد دینی نداره مسکین ها. نه. و دیگر از شرط های دعوت این شناختن حالی کسی است که شما او را دعوت میکنید و حال احوالش را ببینید که وای چی کم و کمبودی دارد. فهمیدید؟ و دیگر از شرط های دعوت از آن عبارت است که یعنی حکمت. فهمیدید؟ حکمت در اساس قرآن و حدیث میشه. حکمت به دروغ نمیشود. حکمت به حدیث های دروغ و حدیث های ضعیف خطی نمیشود. دیگر از شرط های دعوت این صبر است برادران اهل اسلام. اگر شما صبر نکنید دعوت پیش برده نمیتوانید. نه. و باید که اولین چیزی که شما یک کس دعوت میکنید دعوت به توحید باشد، چون که دعوت پیغمبران و رسولان از همین عبارت بود. فهمیدید؟ خب اختصار کرده میگذاریم. چهارم مسئله از چهار مسئله این صبر است. گفتیم صبر سه خیل می شود. صبر زینه های صبر سه خیل می باشد. صبر در طاعت و عبادت الله، مانند نماز خواندن انسان باید که صبر داشته باشد در برابر نماز. اگر صبر نداشته باشد نماز تأخیر میکنه، نماز تز میخواند، نماز ترک میکند مانند بعضی کسان. این صبر در طاعت میگویند. و نه فقط نماز برادران اهل اسلام، هر چیزی که شریعت او را نشان داده است، هر چیزی که الله سبحانه و تعالی راضی می باشد و او را دوست می دارد، این هم عبادت است. تعریف عبادت همین است. اطاعت از رهبران مسلمان دولت هم این هم عبادت است. ولی متاسفانه در این نوع عبادت بسیار کسان چه صبر ندارند. برای امون به سبب صبر نداشتنش یا خوارج می شود و یک فرقنده داخل می شود.
دویم نوع صبر، این صبر از معصیت الله. یک کاری معصیت رو برو زند، باید که انسان صبر کند. مثلا ربا، رشوت و دیگه کارهای معصیت، دزدی، غارتگری، غیبت کردن، خصوصا پشتی اهل علم عبادت کردن مثل حزبی ها، باید که صبر کرد. صبر از معصیت چه خیلی می باشد؟ صبر از معصیت الله به ترک معصیت می شود. چه خیلی که صبر در طاعت الله به انجام دادن طاعت می شود. سیوم نوع صبر، صبر در تقدیر علم آوری الله. مثال تقدیر دو خیل می شود، تقدیر شیرین می شود و تقدیر تلخ می شود. فهمیده؟ تقدیر تلخ این علم آور است. مانند انسان هرچند این طرف می زند خودش اون طرف می زند، کم بغل. فهمیده؟ کم بغلی این مثال گریم، انا تقدیر خوب نیست، تقدیر وزنی نیست، علم آور است. ولی انسان اگر صبر نکند میبینید که بیره زدنش ممکن است. خب مؤلف برای خاطر همین در اینجا چی گفت؟ علمی آموزی و عمل میکنی به همون علم و به همون علم دعوت میکنی و صبر میکنی در آموختن، صبر میکنی در عمل کردن، صبر میکنی در دعوت کردن. اکنون این قسم یکم از 5 قسم این کتاب تمام شد با 4 مسئله. فهمیده؟ قسم دوم یعنی که درس امروز ما 3 مسئله بود است که واجب است به هر فرد مسلمان این 3 مسئله رو دانستن و طبق این 3 مسئله عمل کردن. فهمیده؟ این 3 مسئله رو امروز هم تو چخیلی که در درس گذشته اختصار کرده می گفتیم برای خاطر ازیاد کردن آسان شود گفته اختصار کرده می گذاریم. خب شیخ الاسلام می فرماید رحمه الله تعالى: اعلم رحمك الله أنه يجب على كل مسلم ومسلمة تعلم 3 هذه المسائل والعمل بهن. بدون الله تو را رحم کند که به هر فرد مسلم و مسلمه آموختن این 3 مسئله و طبق آنها عمل کردن واجب است. فهمیدید برادران؟ در مردم ما یک کس اگر الله رحمتت کند، الله رحمتت کند گوید یا که فلانه را الله رحمت کند گوید، تیز میفهمد که به مردگی باشد. فهمیدید؟ این بی‌سوادیه. خیالشون که رحمت یا الله فقط برای مرده در کار است. رحمت یا الله برای زنده هم در کار است. یکم. خب در دنیا یگان کاری نیک نمیکند که الله سبحانه و تعالی او را رحمتش کند، سزاوار رحمت یا الله شود. وقتی که میمیرد بس چیکار میکنن؟ میگن که رحمت یا الله برای، رحمت یا الله برای کسی که شود اگر الله سبحانه و تعالی او را مغفرتش میکنه و با جنت داخلش میگرداند، عذابش نمیکنه. بدون الله تو را رحم کند یعنی در زیر رحمت خویش تو را قرار دهد که به هر فردی مسلم و مسلمه خواه مرد باشد و خواه زن باشد آموختن این 3 مسئله و طبق آنها عمل کردن واجب است. الاولى ان الله خلقنا ورزقنا ولم يتركنا هملا بل ارسل الينا رسولا فمن اطاعه دخل الجنه ومن عصاه دخل النار. اکنون چی گفتنی؟ یکم از این 3 مسئله آن است که الله ما را آفرید. الله ما را چی؟ آفرید و روزی داد و ما را به اهمیت نگذاشت. فهمیده؟ الله ما را آفرید، این نعمتی آفرینش است برادران. این نعمتی چیه؟ نعمتی آفرینش است. از همه بهترین و اولین نعمتی که ما باید که او را شناسیم این نعمتی آفرینشه. فهمیده؟ برای خاطر همین است که وقتی که الله سبحانه و تعالی با پیغمبر صلی الله علیه و سلم اولین سوره را نازل کرد، این کدام سوره بود؟ اقرا. همه خیلی هست؟ اقرا باسم ربک الذی خلق.
بخوان به نامهای پروردگارت که آفرید. فهمیدید؟ اولین ندایی که در قرآن آمده است در سوره بقره، اگر قرآن گشایید اولین ندایی آمده است چی میفرماید؟ یا ایها الناس، میگوید الله سبحانه و تعالی ای مردم، یا ایها الناس اتقوا ربکم، از پروردگارتون تقوا بکنید. یا ایها الناس اعبدوا، ای مردم، یا ایها الناس، ای مردم، اعبدوا ربکم، پروردگارتون عبادت کنید. الذی خلقکم، آن ذاتی که شما را آفرید، والذین من قبلکم، و کسانی که قبل از شما بودند. در اینجا نیز نعمت آفرینش ذکر شده است. شیخ میفرماید که و ما را روزی داد، رزق روزی را الله سبحانه و تعالی میداده است. فهمیده؟ هزار جمکنی میکنی، هزار یعنی که داد و وای میزنی، الله سبحانه و تعالی برای چقدر که روزی را مقدر کرده باشد از وای زیاد هم نمیگیری، کم هم نمیگیری. فهمیده؟ خلقه این نعمتی، یعنی آفریدن، این نعمتی ایجاد تو را به وجود آورد، خاطر سنت میکنه. روزی داد این نعمتی امداد، مدد، یاردم میتید. رزق روزی را خودش به عهده گرفته است. ولم یترکنا حملا، ما را به اهمیت نگذاشته است. یعنی برای ما یگان امر و نهی نگذاشته، یعنی که ما را به امر و به نهی نگذاشته است. ما البته قانون داریم در قرآن که در اون قرآن با کدام کار ما را الله سبحانه و تعالی امر کردگی است و از کدام کار باز داشته است که متاسفانه بسیار کسا از این کار و امر و نهی الله سبحانه و تعالی بیخبرند. ولم یترکنا حملا بل ارسل الینا رسولا، بلکه به سوی ما رسول را فرستانید. اون رسول کیست؟ محمد صلی الله علیه و علی آله و سلم است. هم خیال است؟ و کسی اطاعت از او کند به جنت داخل می شود و کسی عاصی شود به آتش داخل می شود. این نعمتی چی؟ اعداد می کند. ما و شما را همین پیغمبر تیار می کند به عبادت. پیغمبر تیار کرده است برای خاطر آن. اگر الله سبحانه و تعالی پیغمبر نمی فرستانید، ما و شما نمی دانستیم چیکار کنیم که الله سبحانه و تعالی از ما راضی باشد. والدليل قوله تعالى إن أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا. ودليل سخني او تعالى بدرستی ما به شما رسول را همچون شاهد بالای شما فرستادیم، بدان سان که به فرعون رسول را فرستادیم، یعنی چنانه که به فرعون به سوی فرعون رسول فرستانیدیم، به سوی شما نیز رسول فرستانیم. رسولی که به سوی شما فرستانیدیم به نام محمد صلی الله علیه و علی آله و سلم است، و رسولی که به فرعون فرستانیدیم او موسی علیه السلام است. و فرعون از رسول عاصی شد، گپی موسی را قبول نکرد و ما او را به عذاب سخت فرو گرفتیم. این سوره مزمل آیت 15-16. الله سبحانه و تعالی فرعون به 3 عذاب گرفتار کرد، به 3 عذاب گرفتارش کرد. یکم عذاب از چه عبارت است؟ غرقش کرد. همه خیلی است. دویم در عذاب قبر تا روز قیامت گرفتارش کرد، یعنی به عذاب قبر گرفتار است تا روز قیامت، و در روز قیامت به جماعه و به دستی خودش او را به آتش دوزخ می‌درارد. این 3 عذاب میگوید. فهمیدید؟ اکنون همه ما و شما میدونیم که بهترین پیغمبران این محمد صلی الله علیه و آله و سلم است. بهترین دین دین اوست، بهترین امت امتی اوست. وقتی که فرعون از چنین پیغمبری که او رتبه او از رتبه پیغمبری ما پایانتر است
عاصی می شود به چنین عذاب الله سبحانه و تعالی او را گرفتار می کند. بس شما چی میگویید؟ این امت را که از پیغمبری خود، از بهترین پیغمبر، بهترین خلق، بهترین موجودات، یعنی که مخلوقات که محمد صلی الله علیه و آله از پاسگی میکند، حال او چی می شود؟ اکنون برادران اهل اسلام این سه مسئله گفتیم باید که این سه مسئله آموخته شود. اختصار میکنیم تا اینکه اینها را به دلیلش آموخته شود. موضوع اساسی یکم مسئله از این سه مسئله از چه عبارت است گفته پرسیده مانند میگید که توحید ربوبیت است. این درباره توحید ربوبیت میگویم. توحید سه خیل میشود: توحید ربوبیت، الوهیت، اسما و صفات. توحید ربوبیت کارهای هستند که به اختصار گویم به الله تعلق دارند. توحید الوهیت باشد کارهای هستند که از جانب الله و پیغمبر برای ما و شما، برای انجام دادن ما و شما چه نشان داده شده هستند. اینها وظیفه و کارهای بنده ها هستند. هر عکسه علاهده میگذاریم. مهم توحید ربوبیت الله سبحانه و تعالی را در آفریدن، در روزی دادن، در زنده گردانیدن، در میرانیدن، در آفریدن زمین و آسمان ها و غیره یکتا دانسته است. به همین یعنی که درس خاتمه میدهیم. و صلی الله و سلم علی نبینا محمد و علی آله و اصحابه و سلم تسلیما مزیدا و جزاکم الله خیرا و بارک الله فیکم.